بسم الله الرحمن الرحیم. به ادامه درس جاواسکریپت امروز بیسیک ایونت ها را در جاواسکریپت میخوانیم. قسمی که شما در درس های گذشته خوانده بودین که ایونت بیسیک ایونت کدام است در جاواسکریپت و آن را مثلا کلیک دبل کلیک این چیزها را خوانده بودین و این چیزها را که ما شما نوشته میکردیم در اتریبیوت HTML را نوشته میکردیم که مثلا روی بتن اگر آن کلیک میشد این فانکشن کال شد، روی عکس مثلا ماوس انتر ماوس داخل میشد این کار شد. ولی اینمی ایونت ها را ما شما در HTML تعیین میکردیم در اتریبیوت هایش که یک خوبیش نیست. این باز یک نقصی که داره که کد ما گدود میشه. ما میگم کد باید منظم باشه، کد جاواسکریپت در فایل جاواسکریپت باشه و کد HTML در فایل HTML باشه. به خاطر این کار ما شما ایونت لیستنر میخوانیم که یعنی اینمی ایونت تا توسط دم چه قسم اجرا بکنیم. توسط دم بازی قسم کار میکنیم که روی هر چیز که مثلا کلیک میشد یا هر ایونت که ما کال میکنیم باز اونمو رو سلکت میکنیم، گت میکنیم، بعدا همون میتود ایونت تعیین میکنیم، بعدا یک فانکشن نام میگیم. خب به خاطر این کار که این را عملی کار بکنیم میایم عملی کار میکنیم. خب قسمی که شما میبینین ما یک دانه پروژه میگیریم در اینجا مثلا بیسیک ایونت .html تعیین میکنم و در اینجا html5 میگیرم و در اینجا یک دانه دیو میگیرم و در داخل دیو یک دانه بتن میگیرم و در اینجا نوشته میکنم مثلا change. خب و حالی تو کار میکنم اینجا یک فایل دیگه میگیرم به نام بیسیک ایونت .js جاواسکریپت. خب ایتو کار میکنم ای را با این لینک میکنم. خیلی به خاطر این کار سکریپت نوشته میکردیم، بعدا src و بیسیک ایونت .js را لینک میکنیم. خب این پروژه را من رن میکنم. خب به خاطر رن کردن پروژه کلیک راست میکنم، میایم کاپی پاد و در اینجا پست میکنم و آدرس ببین در اینجا یک بتن برای ما آمد. خب این بتن آمده، ما ایتو کار میکنیم که روی بتن کلیک میشد باید یک کار اجرا شود. خیلی ایتو کار میکنیم اینجا باز ما شما پیشتر قسم مثلا تعیین میکردیم که آن کلیک و فانکشن EBC کال شود، مثلا فانکشن EBC و این فانکشن دیجا میسازیم، میگیم که فانکشن و EBC ایتو کار شود که برای ما الر بده که ویلکم مثلا. خب حالا اگر ما پروژه را ریفرش بکنم روی کلیک بکنم همون فانکشن EBC چی میشه؟ کال میشه. که نمی طریقه را شما خوانده بودین و این یک نقصش هست که کد ما مثلا گدود میشه در جاواسکریپت. ما میگم کد جاواسکریپت باید در جاواسکریپت باشه. خیلی نمی را توسط اینمی آن کلیک توسط دم چه قسم کار بکنیم. میم دمیجا اینمی بتن اول گت میکنیم. خیلی بتن یک آیدی میتونم به نام مثلا btn، اینمی btn اما گت میکنم اوجا. خیلی پاک میکنم، خیلی میگم که let it be بتن مثلا btn، میگم که document dot query selector و یک آیدی است به نام btn و نمور برای ما سلکت بکو و ایتو کار بکو. روی ای که کلیک میشد ایتو کار شوه که آزان است. خب روی این بیتین که کلیک میشد باید ایتو کار شوه که الرت بده. خیلی بیتین ما سلکت کردم در وریبل بیتین یا مستقیما دمیجم گفتم میدن. خب ما ای را در وریبل با می خاطر ذخیره کردم که کد کم شوه. خیلی میگم که بیتین دات آن کلیک به شکل و دیجا نام فانکشن تعیین میکنین. یا اقسام هم میشه که دیجا امیر مستقیما بگوین که آن کلیک به شکل و دیجا نام فانکشن میده. دیجا ایتو کار میکنم یک فانکشن میسازم مثلا با نام EBC و ایمی فانکشن EBC رو دیجا میسازم، میگم که EBC و علامات دیجا میگم که alert بگوی که welcome به شکل. حالا اگر ما پروژه رو ریفرش بکنم و روی چنج کلیک بکنم بازم ببینم اون فانکشن برای ما اجرا میشه. یعنی توسط اینمی
اول اونمو چیزی که میخواین رویش کلیک شوه یا یک عمل ایونت سرش اجرا میکنین، ایونت دیجا نوشته میکنین، بعدا نام فانکشن نوشته میکنین و فانکشن باز پایین دیجا میسازید. مثلا اینمی ایونت ها را که دیجا دیدین خواندین فقط مکملش دیجا کار کرده میتونین. مثلا دبل کلیک نوشته میکنین که آن دی بی ال کلیک، مثلا دیجا نوشته میکنین که آن دی بی ال کلیک. وقتی که دبل کلیک شد روی اینمی بتن، روی اینمی آی دی بی تی ان، باید فانکشن ای بی سی اجرا شود. حالا اگر من سفر فرش بکنم رویش کلیک بکنم کدام کار نمیشه، ولی رویش دبل کلیک، خب دیجا آن دی بی ال الش مانده بود، سفر فرش میکنم رویش دبل کلیک بکنم، ببینین اون فانکشن برای ما اجرا میشه. مثلا دیجا دیگه ایونت ها هم هست. مثلا میگم که ماوس هوور شوه سرش، خب آن کانتکست مینو کلیک راسته شوه، ماوس هوور شوه، آن ماوس انتر نوشته میکنیم. خیلی دیجا من نوشته میکنم که دات آن ماوس انتر. به این شکل ماوس که انتر شد هم فانکشن ای بی سی شوه کال شوه. حالا اگر ببین رویش ماوس هوور بکنم ببین فانکشن چی میشه؟ کال میشه. یعنی ایونت های جاواسکریپت، ایونت های بی سی که جاواسکریپت ما یک قسم هم کار کرده میتونیم. آن ماوس انتر یا هر ایونتی که گفتیم دیجا نوشته میکنم و یک دانه فانکشن نامش میدیم. خب یک طریقه دیگه است. این خود طریقه بود که ما چی بکنیم توسط امو دم یک کار بکنی. خب یک طریقه بود. یک طریقه دیگه هم داره دم با خاطر اینمی ایونت ها به نام AddEventListener است. AddEventListener مثلا این کارم اگر نمی کنین مستقیما نور گیت بکنین در یک وریبل ذخیره بکنین. مثلا بٹن اینمی رو من در BTN کردم ذخیره کردم. خب ما میگم روی بتن که کلیک شد باید یک ایونت اجرا شود. خی نام اینمی را در کدام وریبل ذخیره کردم؟ در BTN. خی میگم که BTN dot AddEventListener. بازی دو دانه پارامتر داره، دو پارامتر تعیین میکنه. یک پارامتر است که کدام ایونت سرش اجرا میکنین. اگر کلیک اجرا میکنین آن کلیک دیجا نوشته نمیکنین، یعنی اینمی ایونت هایی که دیجا هسته، اینمی ایونت هایی که دیجا هسته اینمی را نوشته میکنین صحیحه، ولی کلمه آن امرش ذکر نمیکنین. اگر دبل کلیک میخواین دی بی ال کلیک نوشته میکنین، یعنی آن نوشته نمیکنین امرش. مثلا ماوس انتر، ماوس اوت باز نوشته میکنین، ماوس داون مثلا به شکل. مثلا کلیک باز آن کلیک نوشته نمیکنین، فقط کلیک نوشته میکنین. خب یعنی اول پارامتر اول شما امو ایونت تان نوشته میکنین به شکل ایونت تان. ایونت نامش مثلا کلیک، خیلی آن کلیک نوشته نمیکنین، فقط کلیک نوشته میکنین به شکل کلیک به شکل. در پارامتر دوم باز نام فانکشن ای بی سی. حالا فانکشن ای بی سی را مثلا من در پایین میسازم به این شکل و میگم که alert و alert باشه که welcome این میقسم. حالا اگر شما متوجه شوین ما روی چنج کلیک بکنم اونمو فانکشن برای ما اجرا میشه. یعنی توسط اینمی AddEventListener ما می کار کرده میتونیم. و یک چیز دیگه مثلا نام، شما نام فانکشن نوشته میکنین، یک انونیموس فانکشن هم خوانده بودین، میتونید که فانکشن همیشه هم بسازین بدون نام به شکل. خب اصلا من میگم که باید تو کار شوه که از بک‌گراند، از بادی باید بک‌گراندش چه شوه؟ سرخ شوه. خیلی بادی رو سلکت میکنم، میگم document.query selector، میگم که body dot style خوانده بودین dot background colorش چه شوه؟ مثلا رد شوه. حالا اگر ببینین رویش کلیک بکنم امو ایونت اجرا میشه به شکل. ما میگم بک‌گراند باید یلو شوه، خیلی یلو نوشته میکنم و از خود بتن باید بک‌گراند کلرش شوه سرخ شوه. خیلی پس همین را سلکت میکنم، پس دمیجا نوشته میکنم، پس میگم که امو بتن برای ما سلکت بکو dot style بک‌گراند کلرش شوه رد شوه. از خود بتن باید بک‌گراند کلر چه شوه رد. ببین صفحه رفرش کردم روش کلیک بکنم بک‌گراند زرد شد، از خود بتن شد سرخ شد.
ولی ما ببین ایونت بالای کی ایجا کردم؟ بالای نمی بطن ایجا کردم. من میگم به خود بطن باید اشاره بکنم. خیلی به خود بطن که یعنی ضرور نیست که من پس اینمی کد نوشته میکنم. یعنی ببین من به خود یعنی بالای چیزی که کلیک میکنم به خودش اشاره بکنم، باز کلمه this نوشته میکنم. یعنی this dot background style background color. یعنی از بالای کدام چیز که ایونت اجرا شده از نمو چیز background colorش رد بکو به این شکل. حالا ببینید صفحه ریفرش بکنم بازم همین کار برای من میشه. خب مثلا از خود اینمی بطن باید باردرش چه شوه؟ style dot باردرش چه شوه؟ 3 پیکسل سولید و گرین به این شکل. حالا اگر ببین صفحه ریفرش بکنم توسط دست ما با می خودی بطن چی کردم اشاره کردم که این کارا برای ما شد. یعنی ایونت لیستر ما اقسام استفاده کردیم. مثلا رویش دبل کلیک شو این کار شو خیلی نوشته میکنه که DBL کلیک یعنی کلمه آن ذکر نمیکنه دیگه که هر چیز میکنه. مثلا رویش کلیک دبل کلیک بکنم ببین همین کار برای ما میشه. مثلا آن ببین دیگه هر ایونت که میخواین فقط کلمه آن امرش ذکر نمیکنین. مثلا من میگم کانتکست مینو یعنی کلیک راسته شدم رو این کار شوه. خیلی تو کار میکنم رویش کلیک میکنم نمیشه ولی رویش کلیک راسته بکنم باز اینمی ایونت برای ما اجرا میشه. یعنی ای بود AddEventListener. خب هر کاری که خواسته باشین مثلا اونمو تاگل میکنین هر کاری که خواسته باشین یعنی کار کرده میتونین. مثلا میگم روی این بطن کلیک شد روی بطن که کلیک شد باید همین صفحه پرینت شوه. خیلی میگم که این بطن که کلیک راسته کردم ببینید این تو کار کردیم که کانتکست مینو یعنی کلیک راسته شد باید این بطن پرینت شوه. خیلی میگم که window.print اینوی فانکشن که شما در روزه اول خوانده بودید. من صفحه ریفرش میکنم کلیک راسته میکنم ببینید فانکشن برای ما اجرا میشه. خب این بود ما چه قسم توسط دم ما کیوری سلیکت AddEventListener را کار بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. در جاواسکریپت ترایورسل متد میخوانیم. ترایورسل متد به خاطر این میخوانیم که ما یک الیمنت اگر گت میکنیم یعنی اون امور دسترسی پیدا میکنیم گت میکنیم باید به هر طریق ما او را گت کرده بتانیم. خب شما چند طریق خواندین که مثلا بای آیدی بود بای کلاس نیم بود کیوری سلکتر بود. مثلا ما میخوایم با مثلا توسط دیگه متد ها هم این کارا را بکنیم و زیاد باز فواید داره که بعدا باز میفهمید. خب parent node as parent element children nodes first element اینمی میتود هایی است که ما توسط یک چیز گت کرده میتونیم که parent node as parent element اینمی last child زیاد آسان است میخوانیم بخیر. اول باید شما نود و element parent node parent element children اینمی چیزا را بفهمید. خب میم در سلاید بعدی دمیجا اگر شما متوجه شوین یک دیو A دارم دیگه دیوای B C D E و F. قسمی که میبینین ایش اصل پدر است یعنی نمی پرنت الیمنت است. چی است؟ پرنت الیمنت سیست و اینمی که است شاخهایش است یعنی چلدرنایش است. چی است؟ این پرنت است و دیگه همگیش چلدرن است یعنی B چلدرن از A است C هم چلدرن از A است D هم چلدرن از A است E هم از چلدرن از A است یعنی A مکمل پرنت یا پدر اینمی است. خب و یک چیز دیگه سبلنگ دوجا گفتیم سبلنگ به معنی خوار بیاده. مثلا B سبلنگایش C است D E F از D هم سبلنگش E است F است و C. ولی اگر ما مثلا C را در نظر بگیریم سبلنگش مکمل کی است B D E و F است. ولی اگر بگیم که next سبلنگش باز D حساب میشه. اگر بگیم که C previous سبلنگ باز previous سبلنگش B حساب میشه. و یک چیز دیگه مثلا
ما میگیم که از اینمی مکمل چیزایش چلدرن است. اگر بگیم که چلدرنش اولیشه یعنی first childrenش باز بی است. اگر بگیم که last childrenش باز اف است. سبلنگ فهمیدین که مثلا از شما سوال میکنیم که next سبلنگ ای چی است، شاید باید شما بگین که اف. previous سبلنگ ای چی است، باید شما بگین که دی. ایرا که فهمیدین. میم چند متد است دیجا تشریح میکنیم. دیجا که است پرنت نود، پرنت الیمنت. فکر بکنین ما دیجا یک پروژه می سازیم با نام traversal method.html. دیجا html5 میگیرم و خب و دو دانه دیو میگیرم، یک دیوی شد و یک دیو همی شد و در داخل دیو یک دیوی مثلا دی میگیرم، کنترل سی، مثلا ای دی باشه، دیگه هم سی باشه و دیگه هم مثلا اف باشه و ایتو کار میکنم. اینمی دیو آیدی میتم با نام outer و اینمی دیو ما آیدی میتم با نام اینر. میم اینمی را کم استایل هم میتم. خود استایل ایتو کار میکنم. همین پروژه آل رن میکنم براتان که به این شکل است. کاپی پات که ویدیو تایمش زیاد نشو، به این شکل است. خب قسمی که شما میبینید با اوتر دیو اینمی چیزا نوشته کردم، به اینر دیوی چیزا نوشته کردم و در داخل اینر دیو که کدام دیو است و نما را ویدت دادم 90 پیکسل، هایت هم دادم 90 پیکسل و دیزاین به این شکل ایرا جور کردم. حالا ایتو کار میکنم. مثلا اینمی دیو ما آیدی دادم، ای دیو ما آیدی دادم اوتر، ای دیو آیدی دادم اینر دیو. حالا ایتو کار میکنم. در بخش دیجا سکریپت میایم. شما میتونید یک فایل جداگانه همی کد نوشته بکنید. من اینمی اینر را سلکت میکنم. خیلی میگم که ایتو کار میکنم. یک وریبل میگیرم با نام مثلا دیو و میگم که document dot get element by id یا کیوری سلکتر هم کار میکنه، مشکل نیست. خب من میگم اینمی اینه را برای ما چی بود؟ خب اینجا id بازی تو کار نمیکنیم. اینه را برای ما سلکت بکو و همی دیو برتان در کانسول نمایش میدم. میگم که دیو. حالا اگر شما ببینین سفر رفرش بکنم، در بخش کانسول بیایم، در بخش کانسول ببینین اینمی اینه را برای ما چی کده؟ سلکت کده. خب حالا ما میخوایم توسط اینمی اینر امو پرنتش پیدا بکنم. چیشه؟ پرنتش، یعنی توسط اینمی اینر ما اوتر سلکت بکنم که اینر در داخل اوتر است. ما اینمی اوتر چی بکنم؟ سلکت بکنم. خیلی پدرش هسته. چی هسته؟ پرنتش هسته. پرنت اینر کی است؟ اینمی اوتر است. خیلی ما میگم که دات پرنت الیمنت. ما گفتم از اینر پرنت الیمنتش برای ما گیت بکن. حالا اگر ببینین دیجا اینر پرنت الیمنتش یک چیز دیگه تو میتود است. خب در این خاصا ضرورت نیست و یک چیز دیگه که در کانسول نمایش ندادم که کانسول دات لاگ میگم دیو برای ما نمایش بده. خب حالا اگر شما متوجه شوین صفحه رفرش بکنم، ببین اوتر برای ما چی کرد؟ سلکت کرد. ببین توسط اینر اوتر سلکت کردم، یعنی اینر پرنت چایلدش بوده، ما پرنتش چی کردم؟ سلکت کردم. یعنی پرنت الیمنت برای ما مو پرنتش چی میکنه؟ سلکت میکنه. حالا میتونین هر چیز خواسته باشین تطبیق بکنین. مثلا میگیم که د دیو کی ذخیره است؟ د دیو پرنت اینر، یعنی کی ذخیره است؟ اوتر. خیلی میگیم که دیو دات استایل دات بک‌گراند، مثلا کلر، بک‌گراند کلرش مثلا چی بکو؟ گرین بکو. حالا ببینید از پرنت ببینید توسط اینمی اینر ما اینمی پرنتش چی دادم؟ بک‌گراند کلر دادم. یعنی پرنت الیمنت برای ما پرنتش چی میکنه؟ سلکت میکنه. ما ایرا کامنت میکنم، به این قسمت ایرا کامنت میکنم، این هم کامنت باشه.
مثلا ما ایتو کار میکنم اینمی دیو سی را آیدی میتم بنامی مثلا سی، مثلا چایلد سی اینمی کلاس دادم. من اینمی چایلد سی را سلکت میکنم، خیلی میگم لیت سی بنام سی وریبل میگیریم که داکومنت دات کوری سلکتر و میگیم که آیدی چایلد سی را برای ما سلکت بکو. حالا ببین کانسول نمایش بتم دات لاگ خونمو دیو برای ما سی، اونمو دیو خود سی را برای ما سلکت میکنه، نمی آیدی را برای ما گت میکنه. ببین اونمو را برای ما چی کده گت کده، مثل که دیجا میگم ما میگم از نمی پدرش را سلکت بکنم، خیلی دیجا میگم که دات پرنت پرنت الیمنت حالا چی میکنه از اینمی چایلد سی پرنتش ذخیره میکنه در سی. خیلی پرنتش کی هست؟ اینر هست. حالا اگر ببینیم برای ما دیجا اینرش چی کده گت کده، یعنی توسط پرنت الیمنت ما میتونیم از یک چیز پرنتش چی بکنیم پیدا بکنیم. حالا میتونیم مثلا هر چیز تغییرات بیاریم که استایل دات بک‌گراند کلر مثلا میگم که چی باشه وایت باشه. ببین هر چیزی که خواسته باشه حالا تطبیق کرده میتونه. ببین برای ما دیجا او شد ذخیره شد، یعنی توسط پرنت الیمنت ما یک چیز چی میکنیم ذخیره میکنیم. یک فانکشن دیگه است به نام پرنت نود. پرنت نود هم همین کارا براتان میکنه. مثلا پرنت نود دیجا نوشتم، مال پرنت الیمنت نوشته نمیکنم، بجاش پرنت نود نوشته میکنم، باز هم همین کارا برای ما میکنه، هیچ فرقی نمیکنه. صحیح. و دیجا بک‌گراند کلرش تعیین نکردم، بک‌گراند کلرش میگم که مثلا چی باشه، یلو نمیگم، مثلا میگم که پینک باشه، پینک. حالا اگر ببینین بازم پرنت نود هم همین کارا میکنه، پرنتش براتون پیدا میکنه، ولی یک فرقی که داره مثلا یگان وقت مثلا ما ایتو کار میکنم مثلا اینمی پرنت اینمی html، مثلا پرنت اینمی html نیست نه، ولی اگر ما ایرم کامنت بکنم میگم که let html، مثلا میگم که document dot query selector برای ما تگ html سلکت بکن. صحیح. حالا امی console dot log نمایش بتم html وریبل html، ببین امو تگ html خو برای ما سلکت کرد. حالا ما میگم که پرنتش برای ما پیدا بک، خیلی میگم که پرنت الیمنت خو پرنتش پیدا میکنه، پرنت نداره میگه نل. وقتی که یک چیز پرنت نداشته باشه باز پرنت الیمنت نل میده براتان. اگر شما پرنت نود نوشته بکنین باز پرنت که نداشته باشه باز یک چیز براتان پیدا میکنه، یعنی مکمل داکومنت. یعنی فرقش این است که پرنت نود اگر پرنت نداشت باز یک چیز براتان میته، اگر پرنت الیمنت پرنت نداشت باز نل براتان میته. اینمی فرقش است و دیگه تفاوتش نمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. میایم حالا دو دانه میتود دیگه اینا را هم تشریح میکنیم که پرنت نود و پرنت الیمنت تشریح کردیم، چیلدرن و چایلد نودز تشریح میکنیم. چیلدرن ما شما توسط پرنت نود و پرنت الیمنت ما از چایلد پرنت گت میکردیم، یعنی توسط چایلد ما پرنت چی میکردیم؟ گت میکردیم. حالا اینمی دو میتودی کار میکنه که توسط پرنت ما چایلد گت بکنیم. این کارشی بود که توسط چایلد ما پرنت گت بکنیم و این دو میتود توسط پرنت چایلد براتان گت میکنه. چه قسم میبینیم عملی؟ خب دیجا قسمی که میبینین پروژه ساخته بودیم، اینا را ما کامنت میکنم، دمی قسمت می پروژه بود. خب مثلا ما اینمی اینر دیجا که یک دانه دیو است با نام اینر، یک دیو است، اینمی را ما گت میکنم، میگم که لتی مثلا این میگم document dot query selector یک آیدی است با نام اینر، اینمی را گت بکن و ایت کار میکنم let in یک اینر میگم، یک وریبل میسازیم دیجا میگم که console dot log و console dot log اینمی اینر براتان ما
نمایش میدم. خب قسمی که حال شما میبینین در کانسول ببینین همه اینه را برای ما چی کرده گت کرده. حالا ما میخوایم ای خو اینر است، ما میگم از اینمی اینر پرنتش گت بکنم. پرنت خو شما فهمیدین که نوشته میکنین که پرنت الیمنت، ای توسط پرنت الیمنت براتان همو پرنتشان چی میکرد گت میکرد. من میره پس در کانسول نمایش میتم کانسول دات لاگ و دیجا اینر. خب یعنی توسط پرنت الیمنت ما از چایلد پرنت گت میکنیم. ببینین اوتر برای ما به دست آورد. ولی امروز ما شما دو دانه میتود دیگه میخوانیم با نام چیلدرن و چایلد نود. این چیلدرن کار میکنه که چیلدرن هایش برایتان گت میکنه. چیلدرن شما میفهمین که همون شاخهش هسته. حالا ببینین چیلدرن اینمی اینر کدام است؟ دی است، سی است، اف است. از اینمی دیف دی سی اف چیلدرنش هسته. حالا اگر ببینیم ما در صفحه اینسپکت بیایم و در بخش کانسول ببینین برای ما مکمل از اینمیش چیلدرنایش چی کرد گت کرد. ببین در اندکس صفرمش دیو است، این دیو در اندکس اولش دیگر دیو است، در اندکس دومش دیگر دیو است. یعنی توسط چیلدرن ما چیلدرن ها را چی میکنیم گت میکنیم، ولی به شکل اره میته. مثلا ما میگم اینمی دیو اولی را تغییرات بیارم، خدیجه اندکس صفر نوشته میکنم به خاطر که از صفر شروع میشه. حالا هر تغییری که خواسته باشین در اینجا آورده میتونه. مثلا استایل میتونم باز میکنم که بکگراند کلرش کلر دیش خرد و سیش بزرگ و دیش نوشته میکنم مثلا رد باشه. یعنی توسط اینمی ای کار کرده میتونین که ببینید ای رد شد، رد معلوم نمیشه، یک رنگ دیگه تعیین میکنه، مثلا یلو نی مثلا پینک میگه. ببینید ما اینمی توسط پدرش ما چیلدرنش ما چی کردیم گت کردیم و دور تغییرات آوردیم. یعنی توسط چیلدرن ما از یک پرنت چیلدرنایش گت میکنیم. اگر میخواین اندکس اولیش باز اندکس اولیش براتون گت میکنیم، مثل که این تغییرات آوردیم. دیگهش گت میکنیم، مثلا اندکس دومیشه باز دیگهش شما گت میکنین. یعنی توسط چیلدرن ما چیلدرن ها را چی میکنیم گت میکنیم. خب این فانکشن چیلدرن ترایورسل میتود بود، بخش چیلدرنشه. یک چیز دیگه است با نام چایلد نود. چایلد نود هم همی کار براتون میکنه. چایلد نود میم چیلدرن شما دیدین که چیلدرن باز براتون دیگه کار میکنم. کانسول نمایش میتونم ببینیم مکمل چیلدرنایش به شکل اره داد. چایلد نود هم همی کار براتون میکنه. یک فرقش یک نمی فرقش است، یعنی تفاوتش میان چیلدرن و چایلد نودی است که ما اگر بیایم در چایلد نودز، چایلد نود باز انترم در نظر میگیره، جایی که کامنت کرده باشیم اونمورم در نظر میگیره. ببینین اینجا مکمل چقدر اره برای ما داد. میگه اولش تکس است، دیو در داخل دیو چی نوشته کردیم. اگر بیایم در بخش دیتا بیایم در بخش پایین زیاد میتودای مکمل برای ما چی کده. خب دمی قسمت یعنی دی نمیجا انترش در نظر گرفته، یعنی چقدر ما انتر دادیم. چایلد نودز باز انترهاش هم براتون چی میکنه حساب میکنه. مثلا ما دیجا تو کار میکنم یک انتر در نظر میگیرم. مثلا ما تو کار میکنم اینجا کامنت میتم، مثلا یک چیز کامنت میتم به این شکل یک چیز نوشته میکنم. حالا ببینین یک کاری دیگه هم اضافه شد. میگن ببینید اینجا یک کامنت هست، ببینید کامنت هم اینجا حساب کرده. انتر هم حساب میکنه. یک دانه انتر باز هر چقدر انتر که داشته باشه باز یک انترش هم چی میکنه حساب میکنه و کامنت هم چی میکنه در نظر میگیره و چایلد نودی کار میکنه. چیلدرن اگر ببینید ما چیلدرن بتم، چیلدرن هم امی کار میکنه، چایلدایش براتون گت میکنه، ولی تفاوتش این است که چیلدرن باز کامنت و انتر حساب نمیکنه و چایلد نود که است باز کامنت هم حساب میکنه. مثلا چایلد نودز. حالا اگر ببینین مکمل این حساب که صفر است، یک از دو سه. ما اگر بگم که اندکس سومش برای ما بده اندکس سوم.
حالا ببینین میگه کامنت است. کدام کامنت است دیجا براتان امورا براتان تکست کانتنتش باز دیجا براتان نمایش میده که اینمی چیز شما کامنت کردید. ببین من ایرا چی کردم کامنت کردم. این بود میتود چیلدرن و چایلد نود. دو دانه میتود دیگه است به نام فرست چایلد و فرست الیمنت چایلد. اینا رو هم تشریح میکنیم. قسمی که شما دیدین ما شما دیجا خوانده بودیم که فرست چایلد بی است، دیجا لاست چایلد اف است. مثلا ما از اینمی دیوی که رنگش سرخ است به نام اینر ما فرست چایلدش را گت میکنم. فرست چایلد یعنی هدفش هست اینمی را گت میکنم. به خاطر این کار ای تو کار میکنیم که ما ایرا پیست میکنم در قسمت از کامنت میکشم. ببینید document dot query selector ما اینا را گت کردم ولی میگم از اینا را dot first element child برای ما بده. حالا ببینید ما کانسول نمایش بدم dot log و بگویم که اینا را ببینید برای ما first element child بیمانه که همو first element childش برای ما میده که از این میده فرست چایلدش کی است؟ دی است. حالا ببینید برای ما هم دیگه باید دی را سلکت بکنیم. ببینید دیگه چی کده سلکت کده. فرست الیمنت چایلد برای ما همون دیو چی میکنه سلکت میکنه. حالا میتونیم هر کاری که سرش خواسته باشیم مثلا دات استایل دات مثلا بک‌گراند کلر میگیم که مثلا وایت باشه. ببینید هر کار خواسته باشه ما اینجا کرده میتونیم توسط پرنت ما چه قسم فرست چایلد گت بکنیم. این فرست الیمنت چایلد همی کار براتان میکنه. و یک چیز دیگه است به نام لاست الیمنت چایلد دات لاست الیمنت چایلد. این هم همی کار براتان میکنه ولی آخریش پیدا میکنه. چیش پیدا میکنه؟ آخریش. یک میتود دیگه است اینجا ماند فرست چایلد. فرست چایلد باز مثل چایلد نود واره باز فاصله را هم براتان حساب میکنه ولی او را نمیتونید. مثلا ما ایتو کار میکنم ما دیجا اینا را پاک میکنم میگم دات فرست چایلد. حالا ببینید ما اگر فرست چایلد بگیرم میگه دیجا تکست است. دیجا چی است تکست؟ ببین امو انترش هم دوجه حساب کرده. حالا اگر بگویم که ببین چایلد نود اگر بیایم چایلد نودز در فرست چایلدش کی هست؟ همه تکست است یا نیست؟ ببینید فرست چایلد برای ما فاصلهش باز حساب میکنه. دات مثلا بگویم لاست چایلد باز هم برای ما دیجا میگه که تکست است. در آخر هم چیست؟ انتر است. مثلا این چی وقت براتان خوبتر معلوم میشه؟ مثلا دیجا اگر ببینید می دیوی چایلد سی را اتومات دیجا ما کدام انتر ندادم نه. حالا اگر بگویم که مثلا چایلد سی در چایلد سی اینمی ایدی برای ما لاست چایلدش بده. لاست چایلد چی است؟ سی است. ببینیم باز if لاست چایلد و فرست چایلد براتان فاصله را هم حساب میکنه انتر هم ولی فرست الیمنت چایلد و لاست الیمنت چایلد باز فاصله را حساب نمیکنه. میایم یک دو دانه میتود دیگه است به نام نکست الیمنت سبلینگ. سبلینگ شما فهمیدین دیجا براتان تشریح کرده بودیم که مثلا سبلینگ بیادر مثلا ما میگم که از دی نکست سبلینگش کی است؟ نکست سبلینگش شما میگین که ای است و خواندین دیگه و پریویس سبلینگش کی است؟ سی. یعنی نمیره ما چه قسم پیدا بکنیم. مثلا ما اگر دیجا متوجه شوین ما دیجا یک دانه دیو دیگه اضافه میکنم میگم دیو یا مسیست مثلا اینمی چایلد سی را ما گت کردم. ولی ما اگر بگویم که دات نکست سبلینگ الیمنت سبلینگ نکست الیمنت سبلینگ حالا اگر ببینید ما ببینید برای ما اینمی دیو برای ما چی کرده سلکت کرده. ببینید ای دیو و این کار توسط میتونه که دات نکست سبلینگ هم بکنین به شکل که مکمل. حالا این باز نکست سبلینگ ای فاصله هم براتون چی میکنه حساب میکنه. ما میگم دات نکست الیمنت سبلینگ. حالا ببینین دیجا برای ما اونمو دیو اف هست. از سی را ببینین ما سی را سلکت کردم و برایش گفتم نکست سب الیمنت سبلینگ باز نکست سبلینگش برای ما چی میکنه گت میکنه. مثلا دات استایل میگم که دات بک‌گراند کلر مثلا باشه که وایت.
حالا اگر ببینین ما اینمی دیو تارگت قرار دادم و توسط اینمی دیو همسایش سلکت کردم. ببینین این رنگش چقدر تغییر داد. باز یک چیز دیگه است به نام previous element sampling. previous element sampling باز این تو کار میکنه که او طرفش در نظر می همسایه طرف گیشه و این previous sampling هست و این next sampling next element sampling. اگر previous sampling و next element sampling باز بگوین باز اینمی دو دانه میتودی که هسته زیاد استفاده میشه در اینمی ای زیاد استفاده میشه در اینجا هم ای زیاد استفاده میشه در اینجا هم ای زیاد استفاده میشه. باز اینا که هست باز فاصله را هم در نظر میگیره در اینجا ای زیاد استفاده میشه. این بود next sampling و previous sampling.